منت خدای راست از وجل که طاعتش مملو قربت است و به شکرنده‌اش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت است و بر هر نعمت شکری است واجب. پیام جناب برنا کریمی، سفیر و نماینده فوق‌العاده جمهوری اسلامی افغانستان در کانادا به مناسبت 5مین سال کاروان شعر در تورنتو. برگزاری محفل ادبی کاروان شعر از سوی شما افغان‌های دوستدار ادبیات پرآوازه زبان فارسی دری گواه اشتیاق و نفوذ این میراث بزرگ بشریت است. سرزمین اندیشه پرور ما که زادگاه شاعران بیشمار است، میراث شعری عمیق، پربها و زیبا در جهان امروز آفریده است. شعر فارسی را مجموعه تمام هنرها و علوم، از نگارگری، رقص و پیکره تراشی تا فلسفه، منطق و تعلیم و تفسیر دین دانستند. شاهکارهای مولانای بلخ، دیوان شمس و مثنوی معنوی هم دنیای بیکران حکمت و تعلیم دین است و هم چیرگی ماهرانه در آفرینش خیال و تصویرهای افسونگر که همچون مینیاتورهای خوشرنگ جلوه می نمایند. شعر فارسی با شاعران جهانی چون مولانا و حافظ از انسان دوستی، رهایی از تبعیض نام و نژاد و از صلح و از عشق حرف می‌زند که هرگز این پیام‌ها بیگانه با فرهنگ گذشته سرزمین ما نبوده است. چه زیباست که شعر خود را با همین پیام‌های جهانیش به جهانیان معرفی کرده و عظمت شاعران و متفکرین خویش را بشناسانید. آنچه که برای من در اینجا اهمیت بینهایت فراوان دارد، همت و پاسداشت شما شاعران و نویسندگان عزیز از شعر فارسی در این غربتسرای عالمی ممکن است. البته این خود گواه محکم بر جدایی ناپذیری ادبیات از فرهنگ ما افغان هاست. شاعران و نویسندگان ما در هر وضعیت و موقعیتی که قرار داشته باشند، انجمن و محفل شعر و قصه‌خوانیشان را برپا کرده و هموطنان ما نیز در آن شرکت می‌جویند. کاروان شعر با زحمات شما وارد 5مین سال حیات خود شد. در طول این سالها یاد شاعران و نویسندگان زیادی از افغانستان را گرامی داشتید. نامآورانشان را به اینجا در شهر تورنتو دعوت نمودید و آنها آفریده‌های خود را خواندند و شما هم لذت بردید. افسوس من این است که دوستان بزرگوار شاعران، کسانی چون دکتر صبور سیاه‌سنگ و شریف سعیدی در بین شما آمدند. اشعارشان را خواندند ولی سعادت با من یار نبود که همچون مشتری شیدای سخن فارسی در این جمع می بودم و به نوای شعر فارسی گوش می دادم. کاروان شعر یکی از فرصت‌های غنیمت برای رشد و شکوفایی شعر فارسی در غرب است. به همت شما شاعران و نویسندگان ما کانونی برای خوانش آفریده‌های شعری خود پیدا کرده و با تجربه‌های دیگران آشنا می‌گردند. به نهایت مشتاقم تا در کنار شعر و ادبیات فارسی آفریده‌های سایر شاعران و نویسندگان خوب افغانی که در زبان‌های پشتو و ازبکی قلم ماهر دارند را نیز بشنویم تا ادبیات آینه دوستی و همگرایی ما باشد. برای کاروان شعر لحظات پربار آفرینشی تمنا کرده و آرزو دارم روز دوستان سفارت افغانستان در اتاوا را خانه خود دانسته و محفل شعرخوانی و قصه‌خوانی خود را در این شهر کوچک و در خانه خودشان برگزار نمایند. با سپاس فراوان و شرمساری از ناتوانی من برای حضور در محفل امروزیتان. تشکر. تشکر از آقای مشاهد و از آنجایی که چندین سال با
جناب محترم برونا کریمی از طریق اینترنت و وبلاگ آشنا هستیم. ایشان شخصیت فرهنگی قلمبده است و از مدتی که من اینجا هستم نخستین سفیری هستند که بیشتر گرایش‌های فرهنگی دارند. بازم یک جهان سپاس.